الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم الله متعال را سپاسگزار هستم که بار دیگر برای ما فرصت عنایت نمود تا با دومین قسمت دوره دومی برنامه قلب آسیا خدمت شما عزیزان و سروران قرار بگیریم. همکار عزیزم استاد محمد نواز سیقل را در استودیو با خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت همکار عزیزم تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. تشکر جناب رئیس بزرگوار. الحمدلله و الصلاة و السلام علی خیر خلق الله محمد ابن عبدالله و علی آله و صحبه و من والاه. ما هم تشکر میکنم جناب رئیس بزرگوار از شما که به بنده خیر مقدم و خوش آمدید گفتن و همچنین گفتید و همچنین خدمت تمام بیننده های عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور در حال دیدن برنامه هستن. من خدمتشان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که همیشه شادکام و موفق و پیروز بوده باشند. آمین. تشکر، سلامت باشید همکار عزیزم. استاد سیقل عزیز، بیننده های عزیز، ما باز هم با موضوع جدیدی خدمت شما هستیم. موضوع این هفته ما هست عاشورا در افغانستان. بدون شک هفته که گذشت روزهای تاسوعا و عاشورا داشتیم و در افغانستان هم مراسم تاسوعا و عاشورا با رنگ‌های متعدد برگزار شد. یک طرف اکثریت مطلق ملت شریف افغانستان که حدود 90% آن را اهل سنت تشکیل می‌دهند، روزهای تاسوعا و عاشورا را با عمل کردن به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با روزه گرفتن البته سپری نمودن و طرف دیگر که ما 10% یا کمتر و بیشتر اهل تشیع داریم، روزهای تاسوعا و عاشورا و قبل از او از اول محرم تا 10 محرم را با مراسم عزاداری خود برگزار کردند. البته این مراسم عزاداری باز هم به اذانش هستند، چون در روزهای تاسوعا و عاشورا بر مراسم عزاداران در کارت سخی کابل حمله صورت گرفت. تعداد از هموطنان عزیز خود را در آنجا از دست دادیم و تعداد دیگری آنجا مجروح شدند. همچنین در بلخ افغانستان نیز در روز چهارشنبه باز هم بالای مراسم عزاداران امام حسین رضی الله عنه حمله صورت گرفت که آنجا هم تعداد کشته و مجروح داشت. البته در قدم نخست مثل معمول قسمی که دولت مردای ما به ما این را آموختن که در همچو حوادث آمده با یک محکوم کردن و مذمت کردن عبور میکنن. ما هم به حیث یک رسانه این اعمال را، البته این جرائم را که مردم ملکی در آن تلف می شوند محکوم می کنیم و برای قربانیان از خداوند منان مغفرت و برای مجروحین شفای کامل و عاجل می خواهیم. البته وظیفه ما تنها با محکوم کردن سپری نمی شود. جا دارد که ما روی عوامل اسباب این قضایا باید بپردازیم. راه حل های این را باید تلاش بکنیم تا که ملت ما این گونه همه روزه قربانی ندهند. البته چند قبل در اچین جلال آباد که طیاره های بدون سرنشین آمریکا بالای یک خانه مسکونی بمباران کردند، تعداد زیادی از هموطنان ما در آنجا به شهادت رسیدند. حادثه کندوز باز هم ملت افغانستان را در داخل افغانستان بیچاره و دربدر کرد. حالا این مراسم هم البته مورد هدف قرار گرفت. گرچه حمله بر مراسم عزاداران عاشورا و تاسوعا کاملا متفاوت از حادثه کندوز است، کاملا متفاوت از حادثه جلال آباد هست. اینجا عوامل دیگری هست، عوامل مختلف هست و راه حل ها هم بدون شک مختلف می باشند. پس روی این موضوع عاشورا در افغانستان به همکاری عزیزم استاد سیقل عزیز آغاز می کنم و در آغاز از همکاری عزیزم می خواهم که برای ما و بیننده های عزیز ما بگویند که نظرشان، دیدگاهشان در مورد حادثات اخیری که در روزهای تاسوعا و عاشورا در بلخ و کابل رخ داد، تعداد زیادی از هموطنان ما در آنجا کشته و مجروح شدند. از دید شما چگونه بررسی میکنین این حوادث را؟ تشکر استاد رحیمی بزرگوار. همون قسمی که شما اشاره کردین، اولی که ما به بعد
مذهبی و دینی قضیه نمیپردازیم، چون روشن است که چیزی به نام عاشورایی که امروز از او به حیث یک مراسم و یک مناسبت در برخی از کشورها از طرف اهل تشیع برگزار میشه، این بنیاد و پایه دینی نداره و یک چیز خود ساخته و جعلی است که اینها ساختن. ما البته تعداد حتی از اهل سنت به این گمان هستند که گویا عاشورا یعنی روز کربلا، روز شهادت امام حسین. نخیر، کارشناسای دینی این رسانه بارها در این رابطه صحبت کردن و قضیه البته برای بیننده های عزیز و گرامی روشن شده که ما وقتی عاشورا میگیم روزی است که پیامبر موسی علیه السلام از چنگ فرعونیان رها یافتند و به شکرانه از او پیامبر ما روزه گرفتن، روز عاشورا، روز تاسوعا عاشورا یا روز عاشورا و روز بعدشه. و اصل قضیه به این برمیگرده. وقتی عاشورا میگیم روزه گرفتن است، اما چیزی که به عنوان ببخشید جناب استاد ثقل، هدفتان این است که عاشورایی که امروز اهل تشیع از آن دم میزنن و سر و صدا را بر پا میندازن مرتبط میشه با حادثه کربلا که در سال 61 هجری رخ داده. قبل از 61 هجری 60-70 سال دیگر که پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه و حدود 10 سال در مدینه منوره، بعد از او زمان خلافت راشده که 30 سال هست، بعد از او در زمان خلافت حضرت معاویه، یعنی تمام این 60-70 سال گذشته عاشورا وجود داشته. همان روزه گرفتن ها، روز تاسوعا و عاشورا که فضایلش وارد شده، او بوده، او را میشناختن اهل اسلام. بله. درست است؟ بله، همون قسمی که شما اشاره کردین واقعا، یعنی اگر ما بیاییم حتی بگذاریم که قضیه حضرت نجات حضرت موسی از دست فرعونیان ای را بگذاریم، بیاییم اگر قضیه به این باشه که فلان شخص، فلان فرد، چه صحابه باشه چه غیر صحابه باشه به شهادت میرسه یا کشته میشه، ما بیاییم سوگواری کنیم و عزاداری کنیم. باید ما پیامبر صلی الله علیه و سلم با وفات فرزندشان، با شهادت بهترین یارانشان، با شهادت سردار شهدا حضرت حمزه باید عزاداری میکردن و به سوگ می نشستن و اشک میریختن و میگریستن. نه، خیلی کار نشده. و اگر این گونه ما مراسم عزاداری را برگزار بکنیم مجبور هستیم برای هر چند صحابی در یک روز نوبت میرسه، یعنی همین عمر ما در عزاداری باید سپری شود. اما این چیزی است که واقعا یعنی انسان تعجب میکنه. اگر ما قرار باشه که عزاداری کنیم، چرا با وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم خیر البشر وقتی از دنیا میرن چرا با او عزاداری نکنیم؟ یعنی امام حسین نواده ایشان بود، چرا با رحلت شهادت حضرت علی چرا عزاداری نمیشه؟ گفتم این قضیه است که قضیه جعلی است که خواستن از این فیما بعد بهره برداری کنن و بارها تکرار شده که واقعا اگر حضرت علی رضی الله عنه یا حضرت امام حسین رضی الله عنه حال زنده می بودن و این خزعبلات و خرافات و بدعات و این مراسمی که از طرف کسانی که خود را مدعیان پیروی خط حضرت علی یا حضرت امام حسین یا امثالهم میدانن، اینها را شاید حالشان بدتر از حال خوارج که اونها را با آتش سوختن از اونا میکردن. یعنی اینها سبحان الله، یعنی انسانی که اگر اعمال عقل کنه، عقلش به کار بیاندازه، از عقل و از خرد کار بگیره، ابدا چنین اقداماتی و چنین رسم و رسومی را جزء از اسلام نمیپنداره. یعنی اگر خوب بیننده‌های عزیز خودشان شاهد هستند و در رسانه‌های مختلف مراسم عاشورا بازتاب داشته، قمع زنی و سینه زنی و نمیفهم شمشیر زنی و چطور و چنان و این مسائل، یعنی شما باور کنین که حتی طفل کودک که 3 ماه هست، امروز من یک تصویر را دیدم در یک از شفاخانه و بیمارستان ها، یعنی او را شمشیر زدن زخمیش کردن. یعنی تعجب میکنه انسان، یعنی عقل کجاست؟ امروز اگر حضرت حسین زنده باشه و همین حالت ببینه که با اطفال چی میشود، چی برخورد میشود به نام عزاداری امام حسین، چه خواهند کرد؟ یعنی اینا فکر کنن که بگذارین که حضرت امام حسین خوب این ذکر کردم، یعنی اگر اینها با این عمل کردشان ما چگونه میتونیم که غیر مسلمان ها را
به اسلام دعوت کنیم. وقتی عمل کرده اینها را میبینن، وقتی خونریزی از اینها را میبینن، اونا میگن اگر اسلام چونین اسلام باشه ما از اسلام بیزار هستیم. اسلامی که این چی اسلامی است؟ چی اسلامی است که تو مناسک یا فرایض اصلی دین بگذار، نماز نخوان، زکات نده، روزه نگیر و حج بسیار به صورت هم تو کمرنگش ادا بکو، باز بیا یک مراسم جعلی و خود ساخته را به این مقدار پررنگ بکن. خب میاییم به روی حادثه که حالا رخ داده. جناب استاد، ما هم به نوبت خودم این حادثه دردناک و المناک و کشتن بیگناه ها را در هر کجایی که از دنیا که باشه، چه در افغانستان چه در غیر افغانستان، به شدت تقبیح کنم و محکوم کنم و به هر عنوانی که باشه، زیر هر عنوانی که باشه، ای عمل کرد و ای اقدام نابجا، غیر معقول و غیر انسانی و خلاف اخلاقی است که تو برو یک تعداد در هر جایی که باشن به شمول اطفال و غیر اطفال اینا را به خاک و خون بکش. اما وقتی ما بیایم این قضیه را بررسی بکنیم، این قضیه را نمیتونیم ما به دور از کشمکش ها و نزاع ها و بحران هایی که چی در افغانستان و چی در غیر افغانستان در منطقه به شکل عموم موجود داره، ای را به دور از او ما تحلیل و تجزیه کنیم. اگر اجازه بدیم فقط ما میبینیم که در افغانستان، البته شاید ما در برنامه‌های مختلف اشاره کرده باشیم که وجود تشیع در افغانستان سابقه داره، یعنی چیز جدید نیست که در یک دهه یا دو دهه یا یک قرن یا نیم قرن اخیر در افغانستان ای بروز کرده باشه. وجود تشیع در افغانستان برمیگرده به سالهای متمادی و سالهای طولانی و ما لااقل در طی تقریبا 3 دهه یا 4 دهه یا بیشتر از او که تاریخ افغانستان رو مطالعه بکنیم یا به صورت شفاهی از زبان بزرگا میشنویم و شنیده باشیم، ما حادثه همچه حادثه که رخ داد در کارت سخی کابل یا در ولایت بلخ ما سراغ نداشتیم. یعنی اینا باعث اهل تشیع باعث یک اقلیت 10% در افغانستان مراسم مذهبی و مراسم دینی خود را به شکل آزادانه در 4 دیواری بگم حسینی ها و اصل هم برای است که اگر خودشون ادعا میکنن اصلا برای است که در داخل حسینی ها اینا باید عزاداریشون اگر مشروع باشه، که ما گفتیم که هیچ مشروعیت نداره، در همون 4 دیواری حسینیشون برگزار کنن و این نقطه را در نظر داشته باشن که اینا در کشوری هستند که 90% کشور افغانستان اهل سنت تشکیل میده و شاید بارها کسایی که در این مراسم حضور یافتن شاهد بودن که در این مراسم بعضی از توهین های و تحقیرها و ناسزاگویی ها هم به اهل سنت و به خصوص بزرگای صحابه روا داشته میشه و ما در کلیپ های مختلف این از طریق رسانه منعکس کردیم و وقت بیان یک اقلیت مثلا 10% احساسات اکثریت مطلق یک کشور تحریک کنن، طبیعی است که بعضی از حوادث مثل حوادثی که رخ داد از طرف بعضی از نابخیرت ها یا کسایی که احساساتشون کنترل کردن نمیتونن رخ میده. حالا این توجیه نیست، گپ که ما توجیه کنیم که بیان یک تعداد، نه، هیچ کس حق نداره تعرض کنه. اما در مقابل میگیم وقتی آزادی میگیم، آزادی ما محدودش مشخص است، ما نباید به محدوده دایره آزادی دیگرها تجاوز کنیم. وقتی می یک اقلیت گفتم 10% در یک کشور طور خود نمایش میده که گویا بیشتر از 50% یک کشور تشکیل میده، خودش خلاف قانون و خلاف اخلاق و خلاف مروت است. دقیقاً. شما گفتین که استاد ثقل عزیز گفتین حوادث منطقه را بعید نمیدانیم که در رخداد همچون حوادث داخل باشن. هدفتان از این حرف چی بود؟ جناب استاد رحیمی، البته ما در افغانستان بعد از مرحله جهاد مقدس علیه شوروی
وارد یک مرحله جنگ های داخلی شدیم و کشور ما تقریبا 3 دهه در آتش خون سوخت و بعد از او تقریبا 1.5 دهه حالا به هر صورت که هست ما در افغانستان از یک امنیت نیمبند برخوردار هستیم. یعنی از مرحله کشمکش های حزبی، نزاعهای حزبی، درگیری های حزبی و قومی ما عبور کردیم و باور کنین که بارها شده که جوانهای ما، جوانهایی که 15 سال دارن، 16 سال دارن یا 20 سال یا 25 سال، اینها میگن چه وقت ما در افغانستان روز خوشی، روز آرامی، صلح و آشتی و همزیستی مسالمت آمیز شاهد خواهیم بود؟ تا چه وقت این بحران و این درگیری و این جاه طلبی ها و این حذف هایی که طرف یک دیگر میکنن این ادامه پیدا بکنه؟ ما گفتیم وقتی از مرحله جنگ های داخلی، چه اسبابش قومی بوده، چه حزبی بوده، تنظیمی بوده، هر چی که بوده، از این مرحله عبور کردیم و امروز در یک مرحله قرار داریم که گفتم از یک حالت نیمبند امنیتی برخوردار هستیم و ما آرزو داشتیم که به طرف صلح و ثبات و قانونمند شدن حرکت کنیم و کشور ما شاهد صلح باشه، شاهد همزیستی مسالمت آمیز بالاخره ادیان مختلف باشه و میان اقوام مختلف یک روح برادری و روح وحدت وجود داشته باشه. اما امروز ما شاهد هستیم که همچون مراسمی که به نام عاشورا برپا میشه، ای باز هم کشور ما را عبور میته به طرف یک بحران دیگه. شما باور کنید که امروز ما، یعنی هدفتان ای است که برگزاری این مراسم باعث تفرقه و دوری میان اقوام افغانستان میشه؟ طبعا به این نظر شخصی است و شاید عده زیادی از هموطنهای ما با موافق باشند. گفتم وقت یک اقلیت میخواهند مراسم را برگزار کنند، مراسمشان در محدوده جغرافیایی خود یا در چارچوب خودشان، چارچوب حسینی ها یا چهاردیواری حسینی ها برگزار کنند. نه ای که امروز ما شاهد هستیم و هیچ کس این کار کرده نمیتونه که در یک شهر که مثلا اینو شاید 10% یا 15% را تشکیل نتن، اینو شهر کابل طور سر و سامان بتن که گویا در این شهر بغیر از تشیع کسی دیگری وجود نداره. این تعدی است، خلاف اخلاق است که تو بیایی بر حق دیگران تجاوز کنی، بر حق دیگران حق دیگران را پایمال کنی. جناب استاد، من میخواستم این نقطه را متذکر شم که ما میبینیم که امروز در کشورهای پیشرفته جهان که داد از امنیت میزنن، از دموکراسی میزنن، در اون کشورهای اجازه نیست، اجازه تظاهرات یا برگزاری مراسم به این شکل که احساسات دیگرها را بر بیانگیزه ما شاهد نیستیم، نمیگذارن. چه رسه به افغانستان که ما هنوز هم مشکلات زیاده داریم. چی باز بیم یک مشکل دیگر اضافه کنیم؟ به گفته مرحوم شادروان استاد خلیلی، کشور من سخت بیمار است، آزارش مده، زخم ها دارد، نمک بر زخم آن کمتر فشان. کشور ما زخم های زیاده داره، ما نیاز نداریم که بریم باز بر زخم های از او بیفزاییم یا بر زخم های از او نمک بپاشیم. ما مشکلات زیاده در افغانستان داریم. اگر همچون مراسم برگزار میکنن، مراسمشان در محدوده خاص خودشان برگزار شود، بدون از اینکه سر و صدا را برا بیاندازن، بدون از اینکه مصالح و خب مقدسات، گفتم مقدسات در ابتدا، بدون از اینکه حتی در چارچوب، اگر بیایم ما در چارچوب قانون افغانستان یا قانون‌های امروزی بحث کنیم، بدون از اینکه به منافع و مصالح دیگران اینا خدشه وارد بکنن، اونا دیگران را متضرر کنن. شما میبینید که امروز خودشان هم و این وقت پیشینی مراسم عاشورا را تذکر میتن، خود اهل تشیع میگن که ما در سابق خیلی به صورت مسالمت آمیزی برگزار میشد، اما امروز چون ما حتی ایرا میگن چون ما امروز شریک هستیم در حکومت و میخوایم به شکل گسترده تری را برگزار کنیم، گسترده تری که گفتم آزادی دیگران را
مخدوش کنه پیامدهای منفی را در پی خواهد داشت. خب جناب روی سوال ما که من سوال کردم، شما در صحبت قبلیتان گفتین که حوادث منطقه میتونه که از عوامل رخداد همچون حوادث باشه. هدفتان از این حرف چه بود؟ هدف ما از این حرف وضعیت کشورهای خاورمیانه است. وضعیت کشور همچون سوریه، کشور همچون یمن یا عراق است که میبینیم ما شما و هیچ کسی را این کار کردن نمیتونه که امروز ملت بیگناه سوریه که اونها هم بیشتر از 90% اهل سنت تشکیل میده، در نتیجه بیشتر از 90%؟ بله بیشتر از 90%. نصیری ها 5% بیش تشکیل نمیدن در سوریه. الله اکبر. بیشتر از 90% هستن. اما امروز در نتیجه ائتلاف نامقدس روسیه با رژیم آخوندی ایران و شیعه های امریکا، بله امریکا خود در رأس است و ای که روسیه، ایران، امروز شیعه های عراق، شیعه های پاکستان، شیعه های افغانستان در اونجا به قتل عام ملت بیگناه سوریه میپردازن. این یک پیامدهای منفی داره در افغانستان. شما فکر نکنین که یعنی اهل سنت چی در افغانستان باشه چی در تمام جهان باشه ساکت می نشینه یا غم شریکی نمیکنه یا همدردی نمیکنه. و این همدردی به این معنا نیست که بیاین یک تعداد بیگناه دیگر ولا تزر وازره وزر مردم ملکی دیگر بکشن، لکن احساسات مردم را هم کنترل کردنش جناب استاد رحیم سخت است. سخت است که ما بیاین تشخیص بدیم که بله عوام الناس یک تعداد جوانای احساسات را ما چطور میتونیم که اونا را قناعت بدیم که نه اینها که هستن اینها ملکی هستن، اینا مجرم نیستن، اونا مجرم هستن. اما دولت افغانستان باید متوجه این نقطه باشه. یکی از گام هایی که برای استقرار و برای ثبات افغانستان باید میبرداره جلوگیری و ممانعت از رفتن شیعه ها به سوریه باشه. یعنی هدفتانی است که شیعه های افغانی که امروز زیر رهبری ولایت فقیه ایران و با کشورهای که شما ذکر کردین روسیه و پشت سر آمریکا پشت پرده با این هاست مصروف سنی کشی در سوریه هستند، همین چیز باعث می شود که در بلخ و در کابل چنین حوادث رخ بده و بالای اهل تشیع حمله شود؟ چنین فکر میکنید؟ والله میشه که یکی از ما اولی که رخ دادن همچو حادثات را بعید نمیدانم که جزء از برنامه های سیستماتیک رژیم ایران باشه، چون ما شاهد بودیم که اینها در عراق انفجارهای خونینی را براه انداختن برای امتیاز طلبی و برای تثبیت جایگاه تشیع در عراق و همچنین در پاکستان. وقتی یک حادثه انفجار یا حمله رخ میده اهل تشیع پاکستان جمع میشن و دنبال امتیاز طلبی هستن. و همچنین این ما بعید نمیدانم که جزء از برنامه‌های ایران باشه که ما دیدیم در فکر کنم چند وقت پیش هم در حادثه که جنبش به اصطلاح روشنایی براه انداخته بودن، در اون حادثه دیدیم که گفته میشد که یکی از دست‌های دیپلمات‌های ایرانی در سفارت ایران در کابل در قضیه دست داشته و دخیل بوده و ما بعید گفتم نمیدانم که در این قضیه هم دست‌های ایران دخیل باشه، گرچه با وجود از این که مثلا جریان داعش یا جریان‌های دیگر همچو عملیات به عهده میگیرند. اما اگر ما بیایم روند کلی عملکرد داعش را هم بررسی بکنیم کلش به نفع ایران تمام میشه. اجازه بدین جناب استاد صقل، این تحلیلی که شما کردین یک تحلیل دیگه ما در سایت سونی نیوز خوانده بودم. جاوید جان اگر میشه مانیتور ما را به نشر بسپارین. میریم به سایت سونی نیوز.
بله، این سایت سون نیوز است. اینجا روی حادثه کارت سخی یک تحلیلی نوشته یکی از خواهران است، سمیرا محمدی از کابل نوشتن تحلیلی روی حادثه حمله بر عزاداران شیعه در کارت سخی کابل. این خواهر میگوید حمله بر عزاداران عاشورا در کابل یک بار دیگر ملت افغانستان را به ماتم نشاند. ملتی که همه روزه و در هر گوشه افغانستان قربانی میدهند. زخم حادثه بمباران اچین جلال آباد تا هنوز خشک نشده بود که از سوی کندوز بر پیکر ملت ستم دیده ما زخم دیگری وارد شد. تا هنوز کشته شدگان کندوز دفن نشدند و مجروحین آن مداوا نشدند که حادثه خونین کارت سخی در کابل لحظات قبل رخ داده است. شاید در روز حادثه نوشته در بسیاری حوادث مثل ننگرهار و کندوز و غیره طرف قاتل معلوم هست. سرقت متوجه باشید که من میخوانم نظر شما را میخوام بدانم روی این موضوع. اما یک چیزی که خیلی نگران کننده است این است که چرا همیشه اماکن تجمعات شیعه های افغانی از سوی افراد مجهول مورد هجوم قرار میگیرند. قسمی که در حادثه دهمزنگ کابل حدود 80 شیعه کشته و بیش از 200 تن مجروح شده بودند و هیچ معلوم نشد که کی کشت. و امشام نیز در کارت سخی بالای عزاداران شیعه حمله می شود که تا حال ده ها تن کشته و ده ها تن دیگر مجروح می شوند، اما خبری از مهاجم و قاتل در دست نیست. گرچه دولت افغانستان و رسانه های مربوط به شیعه همیشه سعی می کنند که این حوادث را به داعش و یا گروه های دیگر نسبت دهند، اما حقیقت و واقعیت این حوادث خونین برای همیشه مخفی می مانند. چرا؟ آیا کسی هست روی این قضیه فکر کند؟ چرا در افغانستان وقتی که شیعه ها کشته می شوند خبری از قاتل نیست؟ بله، شاید شما هم به حرفها و تحلیل‌های رسانه‌های مربوط به شیعه باور نموده بگویید که کار داعش است، اما قبل از آمدن داعش در افغانستان شیعه ها را کی می‌کشت؟ سوال جالبی است. حتما خواهید گفت که آن وقت طالبان می‌کشتند. سوال اینجاست که اگر آن وقت طالبان می‌کشتند پس چرا امروز طالبان وظیفه شیعه کشی را در افغانستان به داعش می‌سپارد؟ واقعا این یک معماست که پاسخ این را جز سفارت جمهوری آخوندی ایران در کابل و بزرگان شیعه در افغانستان و سپاه پاسداران ایران هیچ کسی نمی‌داند. حتی امنیت ملی افغانستان و دولت افغانستان از درک این حقیقت یا قاصر هست و یا هم به خاطر مصلحت‌ها ابراز نظر نمی‌کند و به طبل رسانه‌های مربوط به شیعه رقصیده حادثه را قبلا به طالبان و امروز به داعش به عنوان دشمنان قسم خورده افغانستان و نهایتاً به پاکستان نسبت داده عبور می‌کنند و می‌گذرند. اما به عنوان جوانان بیدار اهل سنت ما نباید از این بیشتر فریب بخوریم و نباید از این حوادث خونین و خطرناک با سطح نگری عبور کنیم. ملت ما باید بدانند که یکی از بزرگترین ترفندهای رژیم آخوندی این بوده که خودش توسط مزدورانش شیعه ها را در پاکستان و افغانستان و عراق و بحرین و کویت و عربستان سعودی و غیره کشورهایی که در آنجا اکثریت سنی ها هستند میکشند و سپس در رسانه ها سر و صدا و غوغایی را برپا میکنند که در فلان کشور به اقلیت شیعه ظلم شده است و شیعه های آن کشور را مظلوم نشان داده امتیازگیری میکنند. پس من یقین کامل دارم، این خواهر میگوید، پس من یقین کامل دارم که در حادثه خونین دهمزنگ دستان سپاه پاسداران ایران داخل بود و در حادثه امروز خونین و دلخراش کارت سخی باز هم دستان رژیم آخوندی ایران و سپاه پاسداران و مزدورانشان دخیل هست. خودشان این اعمال تروریستی را انجام داده اند تا به جهانیان مظلوم نمایی کنند و از سوی دیگر از جامعه جهانی و دولت افغانستان امتیازات به دست آورند. پس امیدوارم هرچه عاجل شیعه های افغانستان متوجه این دسایس رژیم آخوندی شده اولا خود را از چنگال سپاه پاسداران نجات دهند و ثانیا نگذارند که سپاه پاسداران ایران کشور عزیزمان افغانستان را یک عراق دیگر و یا سوریه دوم بسازند. این تحلیل خواهری است در وبسایت سونی نیوز، مطابقت داره با آنچه که شما ادعا دارین. چی میگین؟ جناب استاد رحیمی، گفتم هر انسان منصفه که وقت عقلش به کار بیاندازه، وقتی از خرد استفاده کنه، وقتی به جهان پیرامونش بنگره، وقتی قضایا را درست تحلیل و بررسی کنه، واقعا به همین نتیجه میرسه که امروز البته کسایی که در ارتباط به احزاب تشیع در پاکستان بحث دارند یا مطالعات دارند به این نقطه پی میبرند که هر حادثه که در اونجا رخ میده
توسط سپاه پاسدارای ایران، توسط البته دست‌های سپاه پاسداران ایران صورت میگیره و حتی حذف رهبران تشیعی که توسط خود رژیم آخوندی ایران روی کار میآیند دوباره به خاطر یک منفعت بزرگتر حذف میشن و کسی دیگر را روی کار میارن. گفتم کسایی که مطالعه دارند در ارتباط به احزاب تشیع پاکستان ایره درک میکنن و ای که در واقعا به نقطه بسیار جالب اشاره کردن که وقتی هر قضیه میشه فقط تاپه آماده است طالب کشت، داعش کشت، اما از وقتی که داعش برآمدن نام طالب نمیگیرن، میگن داعش کشت. خب داعش می خلیفه طالب میدانند، در حالی که ما دیدیم که افراد داعش چطور عناصر طالبان را در فکر کنم نمیفهم در ننگرهار بود یا در نورستان بود کشتن. و به فکر من مشخص است که دستهای ایران و دستهای زعمایی که خود را به ایران فروختن در همچو حادثات دخیل است و میخوان از عوام شیعه در افغانستان به حیث هیزم و به حیث یک ابزار استفاده کنند برای امتیاز طلبی های بیشتر. یعنی تلف کی میشه، قربانی را کی میته و امتیاز کی میطلبه. یکی مثلا در ارگ نشسته، یکی در کاخ نشسته، یکی در تهران نشسته، دستور میتن افراد خود و مردم عادی و مردمی که به یک لقمه نان نیاز دارن اونا تلف میشن و بهره برداری را نظام ایران و حکومت ایران میکنه. و قسمی که اشاره کردیم تا حال در هیچ حادثه تحقیقاتی که صورت گرفته عاملین حادثه مشخص نشده که چه کسان کشتن، چه کسان در حادثه دخیل بودن. و این نقطه را باید هم تذکر بدیم که دولت افغانستان بارها هشدار داده که تجمع در افغانستان، گردهمایی ها در افغانستان یا تظاهراتی که در افغانستان راه اندازی میشه از تأمین این راهپیمایی ها و این تجمع ها عاجز است. واقعا دولتی که وقتی نتانه وزارت های کلیدی خودش حفظ بکنه، وقتی نتانه از رجال برجسته خود حمایت کنه، چطور میتونه که از یک تجمعی که شاید هزارها تن در اونجا حضور پیدا بکنن و بر اونها کنترل داشته باشه و از امنیت اونها حفاظت کنه؟ این محال است. درست است. استاد صیقلی عزیز، اجازه بودین که یک کلیپی از حادثه کارت سخی داریم. مصاحبه بود با یک تن از عزاداران در آنجا، فکر میکنم تلویزیونی آریانا این مصاحبه را انجام داده. کلیپش را ما از یوتیوب به دست آوردیم. جاوید جان بیا روی مانیتور ما کلیپ بیننده عزیز ببینن که این فرد عزادار در مورد حادثه‌ای که در کارت سخی کابل رخ داده بود چی میگوید. ما میسنه که تلاشی میکردیم، دو برادر ما داخل در آمد، ما ایره تلاشی کردیم. برادر پلیس ما در دروازه جنوبی که داخل میشه در دست شب قرار داشت. ایره یک نفرش توسط فنگشه در دستش بود، این قمرو سلام علیکی کرد، این زد، یکی دیگه اش از پشت وام قد مرمی زد، دیگه دو تاش مستقیم در اومد داخل علم. چند نفر بودن؟ دو تا در داخل علم رفت، یکی در کتابخانه در آمد، یکی بالا رفت. دو تاش وزن زیافتر بود، امو طرف بالا رفت. دو نفر به نگاه از کالای امنیتی خودشان، دو نفر از کالای پلیسی، دو نفرش اما بسیار فامیل جمپراشون بیهوده. از آمار زخمی ها چگونه بود این رویداد؟ آمار زخمی ها هر کس که در پیشش قرار میگرفت دیگه اینم تو ضربه کده میرفت دیگه. حالا ما هم یک شکایت از این پلیس خود داریم. امروز ما خود ما اینی کارت ما از انضباط هستیم قرار داریم. صلاح خودم میته دیگه نفره که ما به خاطر آزاد کردن میریم، شما از این مردم حفاظت کنین. ما ایت پلیس قبول نداریم، ما حق مسلم ماست. وقتی ما که به شما رای میتیم ما از امنیت میخوایم. وقتی که ما نارام باشیم که وقتی ما مراسم خود تجلیل کردن نتونیم خیلی کلگیشون ما را خاک پایمال کنن برن دیگه. حالا این رویداد رخ داده و انکار کننده و خودشون به داخل وزارت رسانده، در کل خواست شما عزادارا چی است؟ خواست ما عزادارا این است که وقتی که موضوع مربوطه
از نیروی امنیتی دیگه ما امیر میخوایم که دم وقت ما آزاداری میکنیم دم امنیت ما را بگیره. ما خود کدام کفر نیستیم و ما از کدام کشور دیگه نامدیم که ما باعث قدر آزار اذیت مردم قرار مییم. 200 نفر ما در دیمازن کشته شد، آل قندوز ما در خاک خون کشیده شده، خود ما در اینجا خیمه از این بابت دیگه مجبور در خانه بشینیم قرار دیگه جایم نریم. نه کار کنیم کاروبارم شکر نیست. وقتی که یک پلیس ما که خودش که از یونیفرم خود سر یک نفر غیره استفاده کنه دیگه پس ما از دولت چی تقاضا داشته باشیم؟ تشکر، سلامت باشید. زنده باشید. ما بله ایم برای مردم چای میدادیم. یعنی اینجا یک نفر از امی آرامزادا را برد بگوییم که بیادر سلاح چی دریشی سارندوی در جانش بود، فقط یک خلطه نان هم در دستش بود. یعنی اینجا که آمدم خلطه نان خود در میدان دروازه سخی مان، یک دم همونجا یک سرباز بود به نام رزاق بیچاره، اون امور سر ضربه کرد انداختش. بعد داخل سخی فقط هم تو ضربه کرد رفت و تا 2 ساعت تقریبا دوام کرد که هیچ کس از این نیروهای امنیتی و یا هیچ کس نرسید. همین بچهای محل کلشان که سلا داشتن که درگیر شدن تا زمان قطعه واکمنش سریع آمد و اینمی یک 20 دقیقه می شده که توقف. تعداد شهیدا از 50 نفر تا میال رامون داخل سخی برین سعی کنن که یک رنگ شهیدا را میکشن، امروز شهید از کلش دیگه زخمی نیستن. برگر جور میکردم اونجا. دفعتا یک نفر آمد کالای نظامی در جانش بود، عسکری دیگه سر عسکر فرق کرد، عسکر که زد اما تو ما شیشتیم جای به جای دم پشت اوترنگ شیشتیم. پس هستیم که نفر نیست داخل رفته، ما پس ایستون آمدیم ولی که آمدیم پس که داخل کرد سر صدای مرمی زیاد شد. بیننده عزیز، این 2 کلیپ بود که از لحظه حادثه کارت سخی هموطنان عزیز ما میگفتند که بیش از 50 تن البته در اینجا کشته شده، در حالی که رسانه‌های افغانستان حدود 14 یا 18 تا میگفتند. استاد ثقل، از خلال صحبت‌های شما یک چیزی که شما گفته بودین، گفتین حق این را هیچ اقلیت نداره یا حتی اکثریت که با اقوام دیگر افغانستان یا با ملیت دیگر افغانستان تجاوز کنه و در حق آنها را تعدی بکنه یا ضرری به آنها برسانه. بله. من به خاطر یک هدف شخصی خودم ضرری به شما برسانم به حق من ندارم، همچنین عکس شما هم. یکی از خواهران ما از کابل افغانستان، خواهر مریم، با ما روی خط هستند. قسم گفته های شما ایشان فکر میکنم از متضررین عاشورا هستند. میریم میشنویم که خواهر مریم، اگر صدای مرا میشنوین خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. السلام علیکم و رحمت الله. بله، صدای مرا میشنوین؟ فرید جان صدا نیست داخل. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. خواهر مریم صدای مرا میشنوین؟ بله، سلام علیکم. بله خواهر مریم صدای مرا میشنوین؟ بله، سلام علیکم. فرید جان، ما صدای خواهر را نداریم. لطف نموده اگر دوباره وصل بکنین خواهر را تا که بشنویم ایشان چه گفتنی دارن در مورد عاشورا و چه ضرری دیدن. فکر میکنم یکی از متضررین روزهای عاشورا هستند. استاد ثقل عزیز، تا اینکه خواهر با ما روی خط بیاین، کلیپ ها را شما هم دیدین، تعلیق روی کلیپ ها اگر داشته باشید؟ والله ما کلیپ ها را نه، تعلیق خاصی در ارتباط با کلیپ ها ندارم. درست. اما می که ذکر کردیم واقعا محدودی آزادی ما مشخص است. بله.
که به محدود دیگرها تجاوز نکنه. دقیقاً. وقت مراسم اون هم مراسم به اصطلاح عبادی که ما عبادت میکنیم، وقت عبادتت به ضرر دیگرها تمام شوه و آن هم اکثریت تمام شوه، این عبادت نمیشه. این خودش اذیت است که ما بارها گفتیم که این عزاداری نیست، در حقیقت مردم آزاری است. مردم آزاری است. یک برنامه با این عنوان در سالهای گذشته رفته بودیم شاید. و این برادر گفتن که از پلیس شما نمیتونه انتظار بیشتر، پلیس خودش تامین کرده نمیتونه، خودش امنیت خودش امروز گرفته نمیتونه. در افغانستان یک حالت هرج و مرج است. بله، هرج و مرج است. ما در یک ضعف امنیتی قرار داریم. ما امنیت گفتیم امنیت نیم بند که میگیم، یعنی هم یک امنیت نسبی وجود داره. ما تقاضای ما در بعضی مناطق بیشتر از اینه باشه. وقتی در کشورهای پیشرفته حوادث همچون حوادثی که رخ میته، بله. در افغانستان هیچ هیر ما بعید نمیدانیم که چون این حوادث رخ بتوان هم در یک یعنی فضایی که در فضای امنیت نیمبند افغانستان که گفتیم خود ارگان‌های امنیتی از تامین امنیت خودشان عاجز هستند، چطور به این امنیت 1000 نفر یا 2000 نفر بگیرند؟ تشکر همکار عزیزم. اجازه بدید که باز هم همکاران عزیزمان میگویند که خواهر مریم روی خط هستند. سلام عرض میکنم خدمتتان خواهر مریم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فرید جان لطفاً صدا را بلندتر بفرستین. خواهر عزیز، شما از کابل افغانستان هستین و فکر میکنم از حادثه شما که ما شنیدیم آگاه شدیم، خواهری هستین که در روزهای مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا متضرر شدین و مورد لط و کوب قرار گرفتین. میشه برای ما و بیننده های عزیز برنامه قلبی آسیا داستان لط و کوبتان را حکایت کنین که از چه قرار است؟ ما قبلا ما موضوع هفتم محرم بود یا بود که ما مریض داشتیم شبخانه و با شبخانه استاد بسیار حالتشان خراب بود و لوازم از خانه خود خانه باید نمید و ما خود در شب طرف خانه و لوازم که کارتود بیارم. حالا که خودمان بهت خراب بود و خودمان خیلی بیرفتون شده بود و طرف خانه می آمدم تمام باقا بند بود، نه مدر شهری می رفت، نه مدر تکسی بود، تکسی نبود. حتی پیادره هم بسیار می گفتن که تیزیه که این طرف هیچ نمی ماندن. خودمان حالا که میچ خوب نبود، فقط ما وقت پیر شدم نمود که همیشان بودم که اینا وقت الله چه قسم خواهد از اینا گفتان نه این دنیا را بند کردن، اما هر طرف با خود مشکلات دارم، مریض دارم، مشکل دیگر رقم دارم. یه جنجال مردم هیچ نمیسنجن اما خودشان کار میکنن باید داخل چوکات باشن، از مردم مزاحمت نکنن. همین دمی وقت بود که کدام مسکرشان بود یا کدام نظارت کننده شان بود که بود من صدای من اصلی و دستش یک کنده چوبی بود. شما چی گفته بودین؟ خواهر مریم شما چی گفته بودین که اونا شنیدن؟ نفهمیدم. شما چی گفتین که اونا شنیدن؟ ما دمی گفتار خود بودم سیر میشدم از راه من سکتم سمیناری اصلا مشکلات مردم ما به نظر نمیشه نمی کارای خودم میکنم بعد حالا حکم از خداوند چه قسم پرسان میکنه چه قسم الله سوال میکنه همین کار آدم از داخل چوکات باشه. همین قسم که ما مریض داریم با مشکلات هستیم هزارها نفر دیگه مریض شون اصلا در موتر در بس دیگه که وسایل نمیشه از بین میرن. گفتم یا هست چی میکنن با الله چی جواب میدن. دمی وقت من این که خبرشان دادم اینا صدای من رو شنیدن و امنیت سرشان بود این دمی وقت صدای من رو شنید با دندک با دست داشت دندک دانت دانت پولستان در مقابل دخترخانم در مقابل اکبر خود کردن نمیکنم دیگه به هر طرف هر کدامشان آمدن رب خودم دادن و لطکوبم کردن. شما را لطکوب کردن؟ بله. شما را لطکوب کردن با دنده که به دست داشتن؟ بله با اون دنده که به دست داشتن با اون دنده اکوا مرا کردن. دیگه دمی ناری کمرم سوتا بود با اون حالت خودش خسته شد و آدم رها کرد.
دیگه حالت خودمون به حد خراب شده بود. خدا مردم غیره را خیر بده. امروز من به شبخانه بردن دیگه. یک روز شبخانه بستر بودم، کمر موقع شده بود، پلسته شد، چند جای دیگه موقع شده بود دیگه. یک روز شبخانه بستر بودم، باز دکتر دوایی که داد رخصت که طرف خانه آمدیم. حالا صحتتان چطور است؟ الحمدلله فضل الله بگذره افتاد. در آینده متوجه باشید که در روزهای عزاداری از خانه بیرون نشوید. خب مشکل است جناب استاد، مشکل است که انسان در خانه بیرون نشه. آدم خب چی بیرون نمیره. ما مریض داشتیم، حالت آدم در اون حالت که انسان مشکلات باشه، مریض باشه، آدم زیادی مد نظر گرفته میتونه. ما در شبخانه مریض داشتیم و ما رو پشت لوازم مریض به خانه روان کرده بودن. همین رقم 10 نفر دیگه موتر نبود، دیگه نبود، مشکلات هر رقم مشکل از مریض شون از دیگه رقم با می رقم از مریضه خود از دست میتن. از منطقه که شما ترمه شدین، یعنی اونجا ساکنینشان اکثرا شیعه هستن؟ اینا آزادار بودن. در موقع جاده را چارایی را گفتگان تا سیاپوس کرده بودن. مردمایشان زیاد طرف چای دم میکردن. این گپا بود و راه موتر ها بیخی بند بود. هیچ موتر شاری هم نمیرفت، تاکسی هم نمیرفت. حتی تو شده بود که جناب استاد در راه کوته سنگی همین موتر قطعا نمیرفت، نه شهری و نه تاکسی. اما مردم غیره را مستاد میکردن، تلاشی میکردن، دانه دانه روان میکردن. تشکر خواهر مریم. یقینا داستان دردناک شما را شنیدیم که از سوی عزاداران امام حسین مورد لطکوب قرار گرفتن. تشکر خواهر از شما که برای ما بیننده عزیز ما وقت دادین و این داستان دردناکتان را با ما در میان گذاشتین. یقینا بیننده عزیز ما شنیدن. امیدوار هستم که دولت افغانستان شنیده باشه، متوجه شود در سالهای آینده چنین حوادث رخ ندهد. این گونه که برای خواهر اهل سنت در کابل، در کشوری که 90% اهل سنت است، این گونه جوانان اوباش وقتی که میآیند در ملای عام روی سرک پیش چشم همگی لطکوب میکنن و تجاوز میکنن، دقیقاً پیامدهای خواهد داشت که اگر خدا نخواسته او پیامدها بروز بکنه باز حالت افغانستان فعلا چندان خوب نیست. جناب استاد رحیمی، من عرض کردم که اینا دائم مظلوم نمایی میکنن، حتی تظاهر به مظلومیت میکنن و اگر تظاهر نکنن آیا یک کسی که عزادار است، یک کسی که خود را پیرو امام حسین میدانه، خود را پیرو مرامها و آرمانهای اهل بیت میدانه، چونین کار چونین اقدام را میکنه که اون هم یک به تعبیر ما شما یک سیاست، یک زنی که هیچ قدرت نداره، هیچ توان نداره او را بیا لطکوب که حال به هر بانه که باشه. اگر واقعا شما یعنی به عنوان یک شهروند افغانی نی، فرض کنید میمان است، از یک خارجی است، آمده خبر نداره، نمیفهمه که چه مراسم چی است، عاشورا چی است. خب تو را معذور بدار هر چی میکنه. تو واقعا من گفتم جناب استاد در ابتدای برنامه که اینا پایشان از گلیمشان فراتر گذاشتن. یعنی تو اگر 10% هستی به اندازه گلیمت پایت دراز کو، پایت از او فراتر دراز نکو، باعث اذیت و آزار دیگران نشو. وقتی که برخی ها میرن بعضیا میگن طالب و داعش از کجا میشه؟ وقتی اگر خواهر من و شما خدای نخواسته به این حالت چیزه که بدون شک مریم خواهر ما و شماست، باز ما و شما میتونیم ساکت بشینیم؟ یعنی یک کشوری که 90% اهل سنت باشه، این غیرت وجود نداره که یک شیعه میای او را آزار اذیت میکنه و باز دفاع کنه. خب خود به خود این جوان میره، جوانای احساساتی میرن باز طالب میشن، میرن با داعش میشن، میرن با هر چی دیگری میشن. دقیقاً. تشکر استاد صیقلی عزیز. میشه برای ما بگوین که شما گفتین که حضور چند هزار شیعه افغانی در سوریه که مصروف سنی کشی هستند با بادارانشان در آنجا، این باعث می شود که جوانان احساساتی شوند در داخل افغانستان که 90% بر اهل سنت تشکیل میده و یعنی هر کس ما نمیتونیم که قناعت بتیم که مجرم کسی دیگه است که در سوریه جنایت میکنه، این که اینجا هست با او ربطی نداره. اما وقتی که با احساسات آنها بازی میشود، این گونه خواهری که قصه کردن، حالا خواهر مریم، خب جوان
در احساسات میآید و میره و یک اقدام میکنه که طرف دیگه هم متضرر میشه و مردم ملکی، اطفال و زنها کشته میشوند. دولت افغانستان چی وظیفه داره؟ چرا خاموش است؟ چرا صداش بلند نمیکنه؟ در مجلس سازمان ملل هم وقتی که ما نماینده های افغانستان صحبت هایشان شنیدیم خیلی خنده آور بود. وقتی که وزیر خارجه ما معاون رئیس جمهوری ما میگفتن که نمیفهم کره شمالی نباید سلاح هسته‌ای خود را تجربه کند. تو کی هستی بابا؟ چی نیازی است که تو این بحث مطرح بکن؟ چرا امروز چندین هزاره شیعه افغانی که رژیم ولایت فقیه ایران از فقر و تنگدستی و از هر بهانه‌ای که آنها را مجبور کرده و به سوریه روان میکنه، تعداد زیادشان آنجا کشته میشوند و تعدادشان مصروف ظلم و جنایت بر حق اهل سنت آنجا هستند. چرا این صدا را بلند نمیکنی؟ چرا نمیگی که چرا رژیم آخوندی ایران از وضعیت مهاجرین افغان در ایران استفاده ابزاری میکنه، استفاده سیاسی میکنه؟ واقعا خنده‌آور است که یعنی یک کشوری که خودش یعنی واقعا استقلالیت و حاکمیت ارضی ما مخدوش شده و ما نمیتونیم بگیم که افغانستان کشور مستقل است. چون وقتی کشور مستقل گفته میتونیم که کشوری که میآید هموطن ما را، کودک ما را، زن ما را بمبارد میکنه، در وقت ما بتانیم او را به محاکمه بکشانیم. دقیقاً وقتی نتانیم از کودک خود، گفتم از زن خود، از خانه خود ما دفاع کنیم، ما چه قسم میتونیم بگیم که ما کشور مستقل هستیم؟ و باز خیلی ها مضحکانه و مسخره آمیز ما میم از کره نمیفهم شمالی و از کره جنوبی یا از کشورهای انتقاد میکنیم که تو چرا تجربه موشکی انجام دادی یا چرا چنین کردی و چنان کردی. به تو چی؟ تو چه ربط داره؟ تو به عنوان یک کشور، یک عضو دائمی سازمان ملل صحبت میکنی، از اعضایی که حق ویتو داری، یا تو به عنوان یک قدرت جهانی یا لااقل یک قدرت منطقوی صحبت میکنی. تو گفتیم به اصطلاح آمد تو شله خود بخور و پرده خود بکن. تو را چی به تو اگر واقعا اینقدر همت دارین، اینقدر غیرت دارین در افغانستان و از حاکمیتتان، از استقلالتان متیقن هستین، برین امروز 20,000 افغانی که در سوریه به قتل عام ملت سوریه میپردازد، جلوه از اونا را بگیرین که برادرهای ما را در سوریه نکشن. کسایی که در جهاد بر حق ملت افغانستان شرکت کردن، مجاهدین سوریه، جوانای سوریه که امروز شاید سنایشان 60 و 70 یا 50 باشه، اونها در جهاد ملت افغانستان آمدن از همین ملت، چه شیعه است چه سنی است، در برابر روسیه، در برابر شوروی وقت که روسیه امروز است، چه کردن؟ دفاع کردن و مقاومت کردن و جنگیدن علیه کشور. اما امروز چی میکنه؟ بجای از که ما لااقل اگر نمیتونیم برای از اونا مکافات بتیم، نمیتونیم دردشان دوا کنیم، ساکت باشیم، لااقل محکوم کنیم. نه، محکوم هم نمیکنیم. ما جوان میفرستیم که برن کسایی که از ما دفاع کرده بودن و با ما غم شریکی و همدردی و همبستگی کرده بودن، اونها رو باید به قتل برسانیم. و این واضح است و بدبختانه و شوربختانه و میتونم بگم که ما در رسانه‌های افغانستان میبینیم که برخی ها به عنوان شهروند افغانستان، به عنوان اهل تشیع و او هم گفتم یک اقلیت 10% میای خیلی به جرأت در یک رسانه افغانستان میگه که خب بچه های شیعه دیگه رفتن اونجا، رفتن از حریم مقدس زینب دفاع میکنن و جنگ مقدس است و برای هر شیعه واجب است که اونجا بره. خیلی ما ایره به گوش خود شنیدم، یکی از کارشناسای تشیعی حرف میزد، اما دولت افغانستان ساکت است. ایره بخوایم یا نخوایم، رفته این قضیه بزرگ میشه و رفتن تشیع به سوریه تحریک آمیز است. جوانای افغانی که حتی امروز کسایی که به صفوف طالب یا داعش نپیوستن شاید بپیوندن، چون کنترل احساسات مردم مخصوصا نسل جوان و عوام الناس خیلی سخت است و این هر کس میفهمه. این کسی که در میدان سیاست هست یا نیست، علم داره یا نداره، این میفهمه که کنترل احساسات مردم مشکل است. وقتی ملت افغانستان میبینن که
برادرهای از اونا در سوریه و در عراق به نام اهل سنت، به جرم اهل سنت بودن قتل عام میشن، کشته میشن، میتونه ساکت باشه؟ نه خیر. اجازه بدین که همکاران عزیزم میگوین که مولانا مجیب الرحمن انصاری پشت خط هستن، میریم به سراغ ایشان. جناب مولانا اگر صدای مرا دارین خدمتتان سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت جناب استاد عزیز سیحل بزرگوار، خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی و صالحات، خصوصا بینندگان قلب و سیاه، خدمت همه شما بزرگواران عرض سلام و ادب و احترام دارم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر جناب مولانا صاحب که امروز بنابر مصروفیت هایی که داشتین نتونستین کنار ما باشین و الحمدلله که تونستیم شما را از طریق تلفن داشته باشیم. موضوع این هفته ما هست عاشورا در افغانستان. بدون شک مراسم عاشورا در افغانستان با حادثات خونینش سپری شد. در کابل و بلخ حمله بر عزاداران امام حسین رضی الله عنه صورت گرفت که تعداد زیادی از هموطنان ما در کابل و بلخ کشته شدند و تعداد زیادی هم مجروح شدند. استاد سیحل عزیز اینجا کنار من روی این موضوع صحبت کردند و چندین چیز را عامل این امر خواندند که بزرگترینش گفتن رویدادهای منطقه که در سوریه امروز رخ می‌دهد و در آنجا شیعه های افغانی نیز رفته در جرم سنی کشی مصروف هستند. ای از عواملش هست و دیگه از عواملش گفتن که توهین بر مقدسات اهل سنت در این مراسم خودش احساسات جوانان را برانگیخته میکنه و جوانان را احساساتی میکنه که رفته بر همچو محافل حمله بکنن. اما حرف سومشان گفتن که ما بعید نمیدانم که دستان سفارت ایران در کابل، دستان سپاه پاسداران، مزدوران ایران در افغانستان دخیل هست و خودشان بالای شیعه ها حمله میکنند بر مراسم آنها را میکشند تا آنها را احساساتی کنه و از دولت افغانستان امتیاز بگیرند. این صحبت های استاد سیحل عزیز بود. من میخوام در ابتدا نظر شما را روی این حادثاتی که در کابل و بلخ رخ داد جویا شوم در آغاز. تشکر جناب استاد بزرگوار. همه ما و شما میفهمیم و میدانیم که قضیه افغانستان بسیار در یک شرایط بسیار بحران قرار داره. قبل از اینکه من به این سوال شما پاسخی داشته باشم، من هر عزیزی که در افغانستان در این روزها در هر ولایتی که هست با هر حادثه‌ای که ملت افغانستان کشته میشه، زخمی میشه، ما برای فامیل‌های کشته شدگان تسلیت میگم و الله سبحانه و تعالی اشخاصی که کشته شدن روحشان را شاد داشته باشه، چی در این حادثات و چی در حادثاتی که در هر منطقه افغانستان گوشه و کنار افغانستان که درگیری های جنگ ها هست و مجروحینی که با هر حادثه که مجروح شدن الله سبحانه تعالی شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایه و برای ملت افغانستان الله بیداری اسلامی و شعور اسلامی عنایت بفرمایه. جناب استاد بزرگوار، ما در یک شرایط بسیار حساس و شرایط بسیار بحرانی قرار داریم که امروز دشمن بزرگ امت اسلامی که یهود و نصارا هست، ما میدانیم که دست یهود و نصارا برای تفرقه اندازی و برای اختلاف و وجود آوردن اختلاف در بین امت اسلامی چقدر کار میکنه و همچنین یهود و نصارا از هزار سال قبل که اونها شاگرد تربیت کردن به نام عبدالله ابن سبی یهودی که او و بالآخره تا به روز قیامت شاید افرادش و شاگردانش بین امت اسلامی اختلاف ایجاد بکنند. اما در این وسط چی اشخاصی ضربه میبینه و چی اشخاصی میسوزه؟ انسانهایی که از عقل خود، از اون نعمت الهی که عقل سلیم هست درست استفاده نمی کنند. امروز باید ما جریانهایی که در کشورهای اسلامی میبینیم که رخ میده، جریان سوریه، جریان عراق، جریان یمن
و این موضوعاتی که در منطقه ما و شما مشاهده میکنیم اینها تصادفی نیست، اینها قضایایی هست که دستهای در پشت پرده کار میکنه تا امت اسلامی به جان همدیگر بیاندازند. میدانند که اگر امت اسلامی از این اختلافات درونی خود فارغ بشه و امت اسلامی در یک وحدت و اتحاد و اتفاق قرار بگیره، برای دنیای کفر چیزی باقی نمیمانه. مسلمان ها بودند که تا قلب اروپا را فتح کردند، مسلمان ها بودند که صدایشان و او صدای رعد و برق شمشیرهای مجاهدین در شرق و غرب طنین انداز بود. دنیای کفر دانست که بهترین راه اینه که مسلمان ها به جان همدیگر بیفتند، اما مسلمان هایی که در خواب غفلت فرو رفتند دشمن را نمیشناسند. ما شاهد این مرحله اول نیست. من میخوام این را بگم که برادران اهل تشیع ما در افغانستان نمیدانم که چی وقت از خواب بیدار میشوند، یا این که دوست دارن همیشه آله دست سیاستمداران پوچ دنیا باشند. به خاطر قدرت خود سیاستمدار نمیشناسد که شیعه چیست و سنی چیست. به خاطر رسیدن به هدف خود همه شیعه ها به اهل تشیع افغانستان هم که کشته بشن، یا همه افغانستان ویران بشه، یمن ویران بشه، سوریه ویران بشه، هر گوشه از دنیا سیاستمدار فقط هدف خود را میخواهد و رسیدن به هدف خود را میخواهد. ارزش ندارد. به خاطر این که ما قبلا در افغانستان دیدیم که در حادثه بخش توتاب که بود یا جریان برق بود، چندین یعنی بیش از 100 نفر از برادرای اهل تشیع ما در افغانستان به خاک و خون کشیده شدند. کجا شد که از اونها پرسان بشه، از یک شخص پرسان بشه یا از کس دیگری پرسان بشه؟ و این روزه هم میبینیم که در این حالت باز هم برادرای اهل تشیع به خاک و خون کشیده میشن. این به خاطر چیست؟ به خاطر این که جوانان اهل تشیع احساساتی بشن و از این احساسات استفاده کنن علیه اهل سنت، علیه اهل سنت 90%، بالاخره حرکت بکنن علیه اقلیت شیعه و افغانستان تبدیل بشه به یک سوریه ثانی و یا سوریه دیگری. بنابراین جناب استاد بزرگوار، من میخوام این نکته را بگم که این تقصیر از خود اشخاص است که امروز در افغانستان پلیسی که امنیت خود را گرفته نمیتواند، وزیری که خودش در امنیت نیست، رئیس جمهوری که خودش حتی در بستری که میخوابه شاید در همون شب بستر خود را عوض بکنه به خاطر که این که شاید اعتماد بر همون گاردی که او را امنیت او را میگیره شاید اعتماد نداشته باشه، جای دیگری بخوابه. پس مملکتی که رئیس جمهورش در امن نیست، وزیرش در امن نیست، عسکرش در امن نیست، ملت در امن نیست، این چگونه برای خود جرأت میده که بیاید در شرایط ناامنی حرکت را انجام بده که حرفای را به زبان بیاره و بالاخره مسائل را مطرح کنه که خلاف عقیده 90% اهل سنت باشه یا 90% کشور باشه. امروز افراد تحت نام افغان و بالاخره توسط رژیم ایران به سوریه فرستاده میشه تا مردم اهل سنت سوریه را به خاک و خون بکشن. خب آیا این سنی که در افغانستان میشنود از طریق اخبار، از طریق رسانه ها، آیا این خود را میتواند کنترل کند؟ فکر میکنه. وقتی میبینیم و میشنویم از علمای تشیعی، یک عده از علمای تشیعی افغانستان که به صراحت کامل میگه رفتن به سوریه عین جهاده و عین عبادته، خب این حرفا جوان اهل سنت در افغانستان تحمل کرده نمیتونه. پس به هر حال ما این حرف را میخواهم بگم که وقتی ما شرایط چنین میفهمیم و میدانیم، چرا علمای تشیع از طریق منابر خود نمیگویند که جوانها وقت عزاداری نیست؟ امروز همه افغانستان به ماتم هست، وضعیت قندوز، ولایات مختلف در حالت قرار داره که امروز مردم آواره شده.
بیچاره شده. حتی مریضی که در شفاخانه قندوز بود در روی بستر او هم آرام نمانده، جای دیگر انتقال خورده. امروز همه ملت افغانستان به خاطر کشته‌هایی که در افغانستان میشه همه ماتم دارن و عزا دارن. ما بیاییم قضیه را مطرح بکنیم که در او قضیه نه نفع دین هست نه نفع دنیاست، بلکه خسارت به جا میمانه که عواقبش و پیامدهایش خیلی خطرها داره که شاید به صدها سال دیگر باز این قضایا جمع نشه. به هر حال علمای تشیع وظیفه و مسئولیت دارن که اگر واقعا دلسوزن، اگر واقعا جوانان تشیع را دوست دارن، اگر واقعا ملت افغانستان را دوست دارن، از طریق منابر بگن که اگر شما امام حسین را دوست دارید امروز به نفع نیست که ما به خیابانها بیرون بشیم. من چند روز قبل نمیدانم که امشب با شما مصاحبه داشت یا نداشت، یکی دو روز قبل من صدای یک خواهر و ندای یک خواهر برای من رسید که خواهر وقتی بیرون میشه که بره به طرف شفاخانه مریض داره، اون فردی که خواهر مسلمان با او چوبی که در دست داره یا با او وسیله‌ای که در دست داره خواهر اهل سنت ما را مورد ضرب و شتم قرار میدهند، آیا وقتی هر جوان سنی این حرف به گوشش برسه که شخص عزاداری که تحت نام امام حسین او دست بالا میکنه بر سر دختر مسلمان اهل سنت، آیا جوان مسلمان سر جای خود می نشینه؟ وقتی میگه من نمیتوانم از خواهر مسلمان خود در سوریه دفاع کنم، من نمیتوانم از خواهر مسلمان خود در سوریه بالاخره جان خود را در مقابل او سپر کنم که تیر به جان خواهرم نخوره، اما میتوانم دستی که در افغانستان بر سر خواهر مسلمان من بلند شه دست او را میتوانم قطع کنم. من میتوانم، باور کنید که من ای کاش که امشب اون خواهر با شما مصاحبه کردیم جناب مولانا. قبل از شما با خواهر مصاحبه داشتیم. ما در هر گوشه از دنیا که هستن این را بفهمن و بدانن تا اینکه امروز یک شخص اینقدر برای خود جسورانه و بالاخره جرأت میده که دست بر سر دختر اهل سنت و اون هم ملت 90% دست بلند بشه و بالاخره کتک بخوره و او بالاخره به خاطر اینکه او حرف را گفته که امروز حرفش موافق به قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم هست. به هر حال جناب استاد بزرگوار، من این را میخواهم بگم که شیعه و سنی افغانستان بیدار بشن. والله قسم اگر از هوشیاری و زیرکی کار نگیرن دشمنان هر کدام را آله دست خود قرار میدن که سبب ویرانی و نابودی ملت افغانستان و افغانستان خواهد شد. بیایم اعمال خود را موافق به کتاب الله و سنت رسول الله انجام بدیم. بیایم اعمال خود را در حقیقت پیرو واقعی اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم باشیم. بیایم از این خرافات، از این خزعبلات، از این حرکاتی که جز ضرر به امت اسلامی دیگر چیزی به وجود نیاورده از اینها دست بکشیم انشاءالله. تشکر جناب مولانا صاحب انصاری. اما یک چیز دیگه که در افغانستان رخ داد، البته قبلا طبق رویت هلالی که کمیته هلال عربستان سعودی دیده بود و افغانستان همیشه از عربستان سعودی در رویت هلال در ماه مبارک رمضان و در اعیاد خود پیروی می کند، روز سه شنبه را روز 10 عاشورا اعلان کرده بودند، اما در روزهای اخیر اعلان کردند که روز عاشورا روز چهارشنبه است نه سه شنبه. البته 90% که شما میگوین اهل سنت افغانستان همون روز سه شنبه را به حیث روز عاشورا روزه گرفتن که به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کردند، اما شیعه های افغانستان مراسم عزاداریشان را بر روز چهارشنبه که 10 نزد آنها و 11 ماه محرم میشد سپری کردند. آیا چه فکر میکنید که روز عاشورا هم مثل دوره انتخابات ولی به دور بعدی کشانده شد، آیا این مسخره و تمسخر با
با معتقدات مسلمان ها نیست که عاشورا یک چیز مذهبی است، تعلق میگیره با دیدن مهتاب که باید مهتاب دیده شود و در روز 10 محرم روز عاشورا میشه، قسمی که روز عرفه 9 ذوالحجه هست. آیا فکر نمی کنید که این بازی کردن با مقدسات اسلامی هست علنا؟ تشکر جناب استاد بزرگوار. اولا من برای حکومت افغانستان این مسئله را بیان میکنم برای مسئولین که روزهای مبارک و روزهایی که اونها از جانب الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم با عنوان روزهای عبادی، حکومت افغانستان باید با دقت کامل در این قضیه فکر بکنه و با مسائلی که ارتباط به عبادی هست باید که حکومت افغانستان به این مسائل یعنی اینها را به دست بازی نگیرد. اما جناب استاد بزرگوار، من به اینجا این حرف یا این حرکت حکومت را به یک فال نیک میگیرم. شاید هم در ذهن و فکر اشخاصی که این تصمیم را گرفتن این بوده باشه که روز عاشورا یک روز مبارک هست، یک روزیه که مسلمان ها باید روزه بگیرن، روزیه که باید مسلمان ها به عبادت باشن، به تلاوت باشن. ولی این روز کل ملت افغانستان از طریق منابر، از طریق بالاخره اگر کل نباشه اکثریت ملت افغانستان میدانستن که عاشورا روز سه‌شنبه بوده و روز دوشنبه روز تاسوعا بوده. ملت افغانستان این را خوب درک کرده بودند. اما این را به این سال نیک میگیرم که شاید مسئولین افغانستان به این فکر باشند که همین حرکات و خرافاتی که به نام عاشورا صورت میگیره این را از روز عاشورا پاک کرده باشند و روز بعد را رخصتی اعلان کردند که همین روز مبارک و متبرک با این خرافات و این خزعبلات آلوده نشه. به هر حال باز هم من از مسئولین افغانستان این را میخواهم بگم که قضایای شرعی قضایای سلیقگی نیست، مسائل عبادی مسائل توقیفی است. آنچه که شریعت مقدس اسلام تعیین فرموده چی زمان عبادی هست و چی مکان عبادی هست، وقتی شریعت برای اینها ارزش قائل شده به همان طریقی که رسول الله برای ما بیان کردن، ما باید برای ملت افغانستان و برای امت اسلامی ما باید بیان بکنیم. الله سبحانه و تعالی توفیق بده بر مسئولین تا این که به تمام ارزش‌های اسلامی ارزش بدن. هر حکومت و نظامی که بر ارزش‌های اسلامی ارزش داشت و ارزش قائل شد خودش سبب عزت و تعالی و ترقی حکومت و نظام و ملت خواهد شد. انشاءالله. تشکر. سلامت باشید جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری که با ما بودید. تشکر از شما. باشید. تشکر از جناب استاد صیقل عزیز و از شما عزیزان و از همه بینندگان. جزاکم الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر. خداحافظتان. بیننده عزیز، میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم. با ما باشید. آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار.
با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی. قبل از میان برنامه مصاحبه داشتیم با جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری که در تایید صحبت های استاد صیقل رویدادهای منطقه و همچنین رویدادهای داخل افغانستان و توهین به مقدسات اهل سنت در این مراسم را باعث این هنجاری ها خواندند. ما از همکار عزیزم جاوید جان میخوایم که شماره برنامه را زیرنویس بکنن، گرچه وقت کم مانده، ما سعی میکنیم که بیننده های عزیزی که میخواهند در این برنامه با ما سهم شوند تماس بگیرن و درد دل یا گفتنی اگر دارن با ما شریک سازند. شماره برنامه زیرنویس شده فکر میکنم. برای جاوید جان شماره برنامه رو زیرنویس کردن. بیننده های عزیز که میخوان شریک شوند لطف نموده تماس بگیرن و با من و همکار عزیزم استاد صیقل عزیز نظریات خود را شریک سازند. جناب استاد صیقل، تا اینکه تماس بیننده ها وصل شود، شما داشتین روی چرا دولت افغانستان در قبال حضور شیعه های افغانی در سوریه اقدامی نکرده و نمیکنه و همین سکوت دولت افغانستان البته جوانان را احساساتی میکنه و ما شاهد همچون حوادثی خونینی میباشیم. ببینید در افغانستان این روزا یک مقوله که بسیار پررنگ است، بحث وحدت ملی است. اجازه میتین؟ بفرمایید. اجازه میتین؟ ما فکر میکنم تماس های پشت خط داریم چون وقتی بیننده ها از اول هم خیلی گرفتیم. معذرت میخوام از بیننده های عزیز. اولین بیننده را به اجازه استاد صیقل عزیز میگیرم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم استاد عزیز، وقت شما بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر، سلامت باشید. بیننده عزیز، موضوع برنامه ما بود عاشورا در افغانستان. استاد عزیز، ما برنامه خوبی ساده میکنیم و الله شما را نگه داره و از استاد مجیب الرحمن انصاری حرفای خیلی قشنگ و خوبشون ما مردم استیسان و بلوچستان از برنامه خیلی استفاده میمیریم و الله شما را حفظ کند. انشالله بیشتر افغانستان همیشه امان باشه استاد. انشالله. تشکر از تشکر بیننده عزیز، تشکر از تماستان. خداحافظ. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم. صدای بیننده را فرید جان ما نداریم، لطفا صدای بیننده را بفرستین. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر، سلامت باشید. بیننده عزیز، برنامه قلب آسیا است. موضوع برنامه ما عاشورا در افغانستان. بفرمایید. بله، تماسشان قطع شد. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد محترم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. و برنامه قلب آسیا است، میدونید البته. بله میدارم. من تماما حرفای شما را میگم درست است. چیزی که استاد گفت بالکل درست است، مگر یگان دفعه میشه که سزای قرود آب گرم است. یعنی چی؟ به خاطر ازی که شما فکر کنین که وقتی که اینا میگن ما سوگوار هستیم عاشورا هست، با تماما صحابه پیغمبر یا اهانت میکنن، برای ازواج پیغمبر اهانت میکنن. خب شما چه مشکل دارین؟ مشکل ما است که خود جزء دینشان است. مراسم دینی خود انجام میتن و همین چیزها در کتابهاشان است. چی کنن؟ درست است. دین خود ترک کنن. اما اینا که نه وقتی اینا که کشته میشن، ما چرا اینا را شهید میگیم؟ سوال در اینجاست. ما چطور اینا را شهید گفته میتونیم؟ خب مردم ملکی، زن، طفل کشته میشون. چی میگین شما؟ مردم ملکی است. مگر شما ما در تکیه خانه یگان بر سایل از اینا رفتیم، همش دشنام میتن. شما باور کنین در افغانستان در بوتای مردم اسم عمر رضی الله عنه رو نشته میکردن، پت میماندن. خب آیا بر از اینا اسم شهید دادن درست است؟ سوال از شماست. واقعا سوال مشکلی است، باید به برنامه پرسش پاسخ مراجعه شود. تشکر از شما. تشکر بیننده عزیز. واقعا شهید گفتن هیچ شخص معین را فعلا ما گفتن نمیتونیم که فلان شهید هست. قطعا به صورت قطعی. بله،
واقعا خداوند قبول بکنه از زمره شهدا هر کسی که بیگناه اگر در هر حادثه در هر گوشه افغانستان یا در هر گوشه دنیا یک مسلمان که کشته می شود خداوند در زمره شهدا مشکلی است که در افغانستان ما شما جناب استاد رحیمی کلمه شهید یا صفت شهید امروز حتی بر کسایی که دین مسلمان هم نیستن، بله مسلمان هم نیستن اطلاق میشه متاسفانه. حتی امریکایی‌ها هم فکر میکنم شهید گفته بودن. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. لطفاً صدای تلویزیونتون را ببندید، صدای گیرنده را ببندید، از طریق گوشی صحبت کنید. بیننده عزیز بفرمایید. تماس شد. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید بیننده عزیز. برنامه قلب آسیا است. موضوع برنامه بود عاشورا در افغانستان. تشکر. سلام عرض دارم خدمت شما و خدمت استاد سیغل و خدمت جناب مولانا صاحب مجبور امان. از طریق تماس تلفنی داشتیم با اونا. محمد شفیع امینی و از هرات صحبت میکنم. خوش آمدید آقای محمد شفیع امینی از هرات باستان. بفرمایید. تشکر. امسال در هرات عاشورای نبود که به درد خود از اونا هم بخوره. سال یک مرتبه همون طوری که اونا به خلفای راشدین توهین میکنن، به ازواج مطهرات توهین میکنن، سال یک مرتبه الله اینا را جزا میده که اینا خود وقت بزنن. بعد علاوه که تمام زحمات از اینا و عملای اگر سالی داشته باشه اونا هم که باطل میشه از بین میره و بعد خود اینا برحذاف کنن تا به اون دنیای تانی میرسه. شما این عملات هم که صورت میگیره اینا همه دستای خود ایران هست که میخواد جنگ مظهری را در داخل افغانستان دامن بزنه، چون رو اهداف ایران هست. در هرات بعد کمپای چیز که بود و کنسولگری ایران گفته بود که شما کم چیز کنین، کم بچه زیادتر بزنین، ما با همون کسایی که با ما کم باشه برای از اینا لیسته میدیم رایگان بیان برم به ایران برم. کسی ببینید که اینا همه برنامه خود ایران هست و حملات هم که صورت میگیره اینا هم همون تو کسانی هستن که همون وضعیت ها رو میبینم، توهین ها رو میشنوم و جواب برای از اینا تشکر محمد شفیع جان. خیلی جالب گفتین که امسال در هرات عاشورایی بود که به نفع خودشان هم نبود. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیا است. بفرمایید. بفرمایید. تشکر. زنده باشین، چون در پشت تلفن بسیار زیاد منتظر شدم. ببخشید. و میخوایم امروز استاد محترم صحبت کنیم راجع به حادثه دای عاشورا. بفرمایید. شما برسه یا میل گپ بزنیم؟ شما با استودیو وصل هستین. بفرمایید خواهر گرامی بفرمایید. سلام استاد محترم. و علیکم سلام و رحمت الله. سلام و احترام خدمت استاد محترم و از طریق شما برای تمام وطنان افغانستان. و علیکم سلام. این حادثه خشرناک که ما شنیدیم بسیار متاثر شدیم، چون برادرای شیعه افغانستان هم دوستای ما برادرای ماست. این تکه خانه حسینیه نو نیست، یا سابق بوده، اما امروز دست ایران در کتزیا گرد شده و ایران میخواه که برادرای اهل شیعه ما را که دنیای ما با هم بندازه و مثل که سوریه هم شد، عراق هم شد. اما ما برای برادرها خواهرها میگیم که هوشیار باشین که شما هم مثل عراق، سوریه و دیگر کشور یمن نشین. ما برادرای شما هستیم، شما برادرای ما هستین، اما شما مسلمان هستیم. امی تکه خانه، امی حسینیه سابق بود در دوره ظاهر، در دوره داود، در دوره انقلاب، اما به این شکل نبود، چون آل در پارلمان دستای ایران آمده، خلیلی، محقق، مثل از او دیگر کسای، اینا کلشان باندستای خود ایران خمینی است. خمینی بر از اینا پول میده و اینا را تحریک میکنه به برادرای اهل تصنع و مردم برادرای شیعه ما را مقابل تصنع میندازه، تصنع را مقابل شیعه میندازه. اما رئیس جمهور ما قرار یک بغل افتاده، اما چیز خبر نیست در یک کشوری که به این شکل باشه سر دختر اهل تصنع ما دست بالا شوه، هیچ غیرت حجاب نمیکنه. فقط ما از طریق شما به او برادرای خود، به او خواهرای شیعه خود، از طریق شما ابلاغ میکنیم که خواهر، برادر،
ما شما برادر مسلمان هم دین هم مذهب هستیم. این معنای زیر نداره که شما شیعی هستیم ما سنی. کل ما بنده الله هستیم، کلمه گوی محمد مصطفی هستیم، پیرو از قرآن کریم میکنیم. فقط امیر به از طریق شما تشکر خواهر گرامی. تشکر از شما. سربلند سرفراز داشته باشه. شما را همچنان. تشکر. ما دعا کنین خداوند دعای شما و ما را کل ما را قبول کنه. از شما هم دوست داریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر. سلامت باشید. وقت ما البته رو به پایان هست، نمیتونیم بندهایی که پشت خط هستن تماسشون بگیریم. از تک تک شما عزیزان معذرت میخوام که نمیتونیم تماسایتون وصل بکنیم و بندهایی که تماس گرفتن از ایشان تشکری ویژه داریم. استاد صیقلی عزیز، ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. صحبت پایانی شما یا همون صحبت قبلیتون ادامه میدید؟ جناب استاد رحیمی بزرگوار، ما به ادامه بحث قبلی گفتم مقوله وحدت ملی در افغانستان خیلی پررنگ است. وقت دولت افغانستان به خاطر نمیتونه از رفتن اهل جوانهای شیعه افغانی به سوریه جلوگیری کنه که وحدت ملی از هم می باشه. وقتی هر مصلحت و منفعت عمومی مطرح میشه، اینجا رفتن اونها که وحدت از بین میبرن. نه اونا میگن که وحدت ملی به این معناست که 6 سر یک جا با هم در کاخ بنشینن و برنامه‌ریزی کنن. یعنی سلاطه باشه؟ بله، اما هر تعبیری که میکنن، یعنی اگر اینا بخوان جلوگیری کنن، احتمال داره که آقای محقق و سرور دانش از دولت عقب بکشن و دولت ترک بگوین و به تبع ترک گفتن از اینا وزرای شیعه هم که در کابینه حضور دارن، اونا هم شاید کابینه را ترک بگوینن و همچنین نماینده های اهل تشیع که در پارلمان حضور دارن، اونها هم پارلمان ترک بگوین و بالاخره سرنوشت افغانستان به سرنوشت لبنان که بدون رئیس جمهور است مبدل شد. ما دیگه از این بیشتر حرف ندارم. خب یقینا حضور شیعه های افغانی در سوریه موضوع خیلی حساس هست، باید روی از این بیشتر صحبت بشد، اما وقت ما اجازه نمیده، وقت ما به پایان رسیده. ان شاء الله بنده های عزیز ما سعی میکنیم که در برنامه‌های بعدی برای این موضوع حساس برنامه داشته باشیم. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.